یک زنگ تلفنی و خبری ناخوشی از دوست سبب شد که دلاور سفرов دیگر خاموش نماند. او دوربین را در روبروی خود قرار داده به ثبت و نشر نوار پندآمیز شروع کرد. خوب بودم که زنگ تلفنی شد که یک دوستمان خانم دست به خودکشی زده است. خیلی غمگین شدم و میگم که نامرد میحسابم کسی را که در دشواری‌های زندگی طاقت کرده نمیتواند. چه خیلی که زندگی را لحظه‌های خوبش را دوست می‌داریم، معاش گرفتن، صاحب پول شدن، این و آن آرزوها، پس این رو هم باید طاقت کرد. پیام نواری نخستین او را در یک سال در یوتیوب 10,000 نفر دیدند. او میگوید اگر سخنان او حداقل یک نفر را از قصد جان خود کردن باز دارد، پس تلاش او بیهوده نبوده است. دمی باشد مکن فکره، کمی راحت فراغت کن، تبسم کن، مشو غمگین، فقط شکر سلامت کن. دلاور 30 سال دارد و میان کاربران یوتیوب با صحبت‌های کوتاه اما تربیوی خود معروف است. مناسبت زن و شوهر، از همپوشی خانواده‌ها، نابرابری جنسی، مهاجرت و یاد مادر از موضوعهایی است که این ویدیو بلاگر تاجیک در نوارهای کوتاه خود رو آورده است. زهر باد و شیر مادر بر کسی کو زبان مادری گم کرده است. در مراجعت ویدیویش دلاور از کمبود توجه به زبان تاجیکی نگرانی میکند. از هر گوشه جهان زنگ و واکنش‌های زیاد هم میگیرد. بگاه میبرامدیم همین کوچه یا که تماشو همه با زبان روسی گپ میزد. خیلی میگفتیم biz یا که کوشش میکردن که فرزندان خود رو مکتب روسی بدین. ولی میگفتن مدنیتشون پیشتر رود. خیلی بگذار ما زبان دانی جهان دانی بسیاری ها نادرست میفهمیم ما را این طرفدار، اما میگیم لااقل در خانه تاجیکی گپ زنن، فرزندو تاجیکی یاد گیرن. من دوست دارم چندین جا میروم فرزندانشون سلام خیر تمام دیگر هیچ چیز نمیدونن. دلاور برای ثبت نوارها مخصوص متن نمی نویسد و از دستگاه‌های کسبی هم استفاده نمی کند. بیهوده است من نوار یا که بعداً استودیوهای دبدبانو گرفته یا من نمیدونم شیمو کاستیوم پوشیده نشسته، فقط هر چی رو که میبینم همون رو روشن‌تر کرده به مردم میگم تا چشمشون کشوده شود. بعضی ها با توجه به سخن‌های پندآمیز و بعضاً روایت‌های مذهبی به این باورند که این جوان راه آسان و خوبی درآمد را پیدا کرده است. اندیشه‌ای که او رد میکند و میگوید از این کار خود یک سومونی هم به دست نآورده است. احساس میکنم، حس میکنم با مردم لازم هستم. من با این خاطر ترک نکردم، دیگر جا نرفتم. همون مهارتی که دو از طرز سخن کردن دیگر چیز، هر مواد خوبی هست با مردم بدیم. و من برای من از کجای پول جدا نمیشود برای این کارم. چون گفتم کیفیتی که من از این میبرم این کسبی هست که من نمیدونم، من دوستش داشتم و از پس این بین مردم ابرو پیدا کردم. دلاور اصلا راوی رادیو است. در رادیو تیروز در خوجند کار میکند و چورابینی‌های مختلف از جمله ورزشی را گردانندگی میکند. همزمان کارگردان هم هست. موضوع ویدیو بلاگ نوبتی او نوارهای سبک و بی اهمیتی است که از سوی جوانان به یوتیوب کوریده می شوند. بسیاری یعنی بلاگرهای تاجیک فقط ویدیوهای فچ و گچ باور کنید اگر که سخنهای طلایی زنیم شاید 1000-2000 پرسنت، اما یک چیزی که من نمیدونم اوریان یا یگون چیزی که هست گذاریم یگون چیزی مسخره آمیز اینقدر مردم تماشابینش میکنند. با چی خاطر گفتنی هستیم که همه در تلفن دست دارن میدارن وارد میشوند. ما کوشش کنیم که چیزهایی که عموما مردم نیاز دارد از تماشای او به خود چیزی رو بگیریم و زندگی خود رو تغییر دهیم. حالا برخی از شبکه‌های مستقل تلویزیونی در داخل و خارج میخواهند نوارهای تربیوی دلاور را استفاده برند. با توجه به این دلاور میخواهد یک استودیوی شخصی خود را تأسیس دهد و با ثبت فیلم و نوارهای کوتاه پندآمیز حرف دل خود را به مردم رساند.